درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی ما لحظه روانشناس و باز هم من هستم مریم دولت و در خدمت شما و امروز میخوام در اطراف یک موضوع صحبت کنم که گویا با روانشناسی رابطه ندارد، گویا از عالم ما اندک دورتر است. قانون کلمه خیلی پربار است. وقتی کلمه قانون رو تلفظ میکنیم یک سنگ وزنین، یک ابزار پرمشکلات پیش نظرمان می آید. وقتی ما درباره مسائل قانون، حقوق و اینها صحبت میکنیم به نظر اون می نماید که این یک چیزی است که با روانشناسی شاید دخلم نداشته باشد، ولی در اصل نیست موضوعی که از عالم روان بیرون باشد، زیرا همه مسائل زندگی از جمله قانون هم با انسان کار میکند و اینجا سوالی پیدا می شود که قانون چیست و چرا ما آن رو ویران میکنیم. رعایت قانون به ما چی میدهد؟ ویران کردن آن برای ما چی بهره میدهد که ما از رعایت دیده بعضا به ویران کردن آن مایل میشویم. اگر ما بدانیم که زندگی همش سر تا پا قانون است، قاعده است، ترتیب و نظام است و این قانون و ترتیب و نظام هایی که داخلی و بیرونی که ما در روزگارمون داریم آن رو قبول کرده اجرا کردنش رو یاد گرفته باشیم، رعایت قانون هیچ مشکل نمی شود. همه چیز ترتیب خود را دارد و جایی که ترتیب ها ویران می شوند آدمان از اون در اون حالت هیچ آسوده بودن نمی توانند. شما تصور کنید خانه که در ندارد یا تریزه ندارد و شما اونجا زندگی میکنید، بادها، بویهای منفی، صداها، همه چیز در خانه شما هستند، چنگ و غبار، زیرا در اینجا همون مرز شخصیت که اون رو قانون حمایت میکند رعایت نشده است. یا که در داخل عائله، هر عائله یک کشور علاهده است، یک مملکت است، یک دولت است و قاعده قانونهای خودش را دارد. عائله است که آنجا عالمان زندگی میکنند یا معلمان زندگی میکنند یا کارگران عادی زندگی میکنند یا روحانیان زندگی میکنند. پدر و مادر شما کسی باشند، آنها این عائله را بنیاد کردند و این قانون را هم بنیادگذار میشوند. در عائله معلم معمولا مردم کتاب میخوانند. در عائله عالم اگر اون عالم فعال باشد، امروز با کار علم مشغول باشد، تمام اهل عائله کوشش میکنند که برای او شرایط مهیا کنند، زیرا کار علمی یک آسودگی، یک آرامی، یک محیط خاص طلب میکند. کار ایجادی مثلا شاعران، نویسندگان، صنعتکاران که مثلا موسیقی های خود را، سرودهای خود را در خانهشان شاید تمرین میکنند، برای آنها یک محیط خاص لازم است و اینجا ترتیب دیگر جاری می شود. در عائله یک دهقان خاکپاش که مردم را میخوراند، بزرگترین انسان روی زمین شاید همون دهقان خاکپاش باشد. آنجا ترتیب ها خیلی ساده ترند. مردم با آفتاب بلند می شوند، با آفتاب به خانه برمیگردند و غذایشان هم، ترتیب خوابشان هم، ترتیب زندگیشان هم با طبیعت هم نواتر است. آنها به ساعت شاید کمتر نگاه میکنند، زیرا ساعت طبیعی برای آنها نزدیکتر است. یعنی وابسته به اون که ما که هستیم، قانون ها، ترتیب ها این عمومی در روزگار ما هست. یک چیز عادیه که در روزگار همه انسان ها همیشه هست و تمام ملت ها، کشورها وابسته از دین و مذهب اینهاشون یک چیزی است که ما در صحبت های پیشتر گفته بودیم، مثلا احترام همدیگر، احترام آدمانی کلانسال، کمک به خردسالان، این هم قانون است. این هم قانون زندگی است که کار ما را آسان میکند. حتی اگر ما قانون دولت، قانون نوشته دولت رو که در شکل کودکس ها، در شکل کانستیتوسیون ها درج میشوند و با آدمانی مسئول فرستاده میشوند، در قانونگذاری یک چیز عجیب است. میگن ندانستن قانون شما را از مسئولیت رعایت قانون آزاد نمیکند. شما میتوانید قانون را ندانید، ولی اگر شما نسبت کسی جبر روا دیدید و در دوره قانونی معین شده باشد، شما جزا میگیرید. ولی قانون های نانوشته را ما همیشه میدانیم و بسیار خوب می شود که ما در روزگار هر روزه همون برای که قانون نوشته را رعایت کرده توانیم از قانون نانوشته از پایان باید سر کنیم. و کودک خردسال در عائله رعایت ترتیب خاندان را آموزاندن لازم است. وابسته به معرفت خانوادگی آدم ها با اصول های گوناگون آموزش می دهند به فرزندانشان. جای جزا داده می شود، جای
با نرمی و مهربانی فهمانده می شود، تکرار به تکرار، که این عمل باید اجرا شود و کلان عمل باید اجرا نشود. یکی از قانون عادی ترین روزگارها این تازگی خاندان است. مثلا اگر در خاندان این تازگی به قدری کافی در مغز کودک جای شده باشد، ما در کوچه خیابان ها پرو رو نمی بینیم. واقعا شهر ما خیلی شهر زیباست و همه ما هر سر چند وقت گیلمن می شویم از آنهایی که ما نمی بینیم، ولی آنها در کوچه خیابان پرو رو ایجاد میکنند، یا کاغذ رو می پرتایند، یا ظرف خالی آب رو می پرتایند، حتی در جایی که مثلا ظرف مخصوص است که شما آنجا پرو پرتایید. ولی متاسفانه ما میبینیم حالتی رو که آن ظرف خالی استاده است، در پهلویش در زمین چیزها رو پرتافتند. چرا این قانون تازگی رعایت نمیشه؟ زیرا در مغز همین آدمانی که این عمل رو اجرا کردند، قاعده تازه نگاه داشتن محیط خاندان، از خاندان بیرون کوچه، از کوچه بیرون شهر، خیابان، کجایی که نباشد جا می شود و آدم به اختیار این عمل رو اجرا میکند. هستن ما در کوچه خیابان میبینیم مادرانی رو که با کودکشون میگن که نپرتو، حاضر اون طرفتر میرویم، اونجا میوبیم قطعه پرتو، اونجا میپرتوی. و کودک یک بار دو بار گفته، دفعه سوم خودش الکی عادت میکند و اون پرتو رو اونجا میپرتوید. ولی اگر که من مادر باشم و کودک این رو در کوچه نفهمونم، فقط محیط خانه خودم رو همچون محیط جای رعایت تازگی اعلان کرده باشم، از اون بیرونش رو نه، پس کودک چی رو یاد میگیرد؟ من قانون عادی ترین زندگی رو رعایتش رو یاد نمیگیرد و وقتی که همه چیز از خرد سر می شود و با کلان انجام می یابد. اگر برگردیم باز هم به قانون های نوشته، قانون برای چه لازم است؟ قانون پیش از همه حامی ما و شماست. وقتی که ما قانون رو رعایت میکنیم، قانون ما رو حمایت کرده میتواند. حالت بسیار عجیب روی میاد، مغز ما بسیار عجیب ساخته شده است و تفکر یک خلاصه های غیر چشم داشت بعداً پیشنهاد میکند. وقتی که حقوق دیگران رو ما ویران میکنیم، مثلا راه رو از جای نادرست میگذاریم، یا که راننده سرعت رو بلند میکند، دیگر عملهایی که در کوچه از جانب ما صادر کرده میشوند و غیر قانونی هستند، ما وقت خودمون رو قهرمان حس میکنیم. ولی وقتی که نفر دیگر از پیش ماشین ما دویده گذشت، نفر دیگر راه ما رو برید، قاعده رو و طرز ویران کرد، قاعده راه رو که ما از اون ضرر دیدیم، ما در حال به خاطر می آوریم قانون رو و این آدم رو میخوایم تربیت کنیم، وارد کنیم به عالم قانون. یعنی ما خودمون رعایت قانون برای خود ما چندان مهم نمی نماید، ولی از دیگران این رو طلب میکنیم. اگر هر کدام ما در جای خودمون همه گونه قاعده های خرد ریزه رو که در خانه، در کوچه رعایتش به منفعت خود ماست پیش از همه اجرا کرده توانیم، جامعه بزرگ، کوچه های خیابان های زیبای شهر و جایهای دیگری که ما می رویم، کشورهای دیگر می رویم، نیز از جانب ما با همان تازگی و نظافت نگاه داشته می شوند. ما آن رو ویران نمی کنیم. حالا وقتی که از فیسبوک بعضی چیزها رو وقتی می خوانیم، می بینیم که آدمانی که همین چیز رو در خانه، در کوچه، در مکتب رعایت نکردند، کسی به آنها یاد نداد. از کودکی وقتی که وی هنوز خمیر است، سست است، از وی هنوز کلچه خوب ساختن ممکن است نگفتن، اینها وقتی که بیرون از کشور می روند قانونها رو سخت‌تر ویران میکنند. قانون کشور دیگر رو پیش از همه شاید درباره حتی تصور ندارند. بعداً یک احساس آزادی بی‌مرز در وجودشان پیدا می شود و گمان میکنند که در اینجا کسی آنها رو جزا نمیدهد، کسی آنها رو نمیبیند، کسی آنها رو عیب نمیکند و آنها میتوانند هر کاری خواهند کنند، زیرا این قانون در درونشان جابجا نشده است. و ما از این خبرها چندان خوشحالم نمیشویم. من باره در یک کشورهای پریبالتیکا بودم سالهای پیش در دوره دانشجویی، یک چیز عجیب رو دیدم. یک کوچه خرد و سویتافور سرخ. در اون کوچه اصلا ماشین نمیگذرد، ولی هیچ کس راه رو هم نمیگذرد. همه انتظارند که سویتافور سبز شود. برای من این یک نمودی چه میگن از معیار زیادتر بود که اگر ماشین نباشد گپ در سر بی خطری باشد گذشتن ممکن است. ولی دیرتر من فهمیدم که یک بار و دو بار آدم به خودش حق میدهد که قاعده رو ویران کند. دفعه سوم معینه همین خیلی قبول میکند. ممکن است گذشتن ماشین هست یا نه دیگر مهم نیست. و حالت می شود که ماشین هست، ما قاعده رو ویران میکنیم، راه رو میگذاریم و یا ماشین
به فلاکت گرفتار میشد که ما رو نزند یا خود ما از حرکت ماشین ضرر میبینیم. یعنی حتی در حالت‌هایی که گویا منطق اجرای قانون وجود ندارد، خودی قانون باید رعایت شود، زیرا مغز انسان چنین ساخته شده است. اگر ما مرز رو 2-3 بار ویران کردیم، معنی قبول میکند اینجا خطر نیست، این اجازت است. دفعه‌های دیگر اون خطر واقعی رو نمیبیند. پس وقتی که ما درباره قانون میگوییم، ما باید در روند تربیت، در روان کودک این چیز رو جا کرده توانسته باشیم که قانون چیز مقدس است. همه قاعده های خرد و بزرگی که در خانه ما هستند مقدسن، نه برای اون که اون رو شخص معتبری برای ما فرمود، برای اون که اون شخص معتبر خود ما هستیم. این قاعده ها برای منفعت خود ما روانه شده است. چرا ما باید از پیاله تازه چای بنوشیم؟ زیرا اونجا میکروب نیست. چرا ما باید خانه ما رو تازه نگاه داریم؟ زیرا همه گونه افلاسی که در خانه هست خانه‌ها محیط خانه رو ویران میکنند. چرا همه چیز باید به ترتیب جابجا گذاشته شوند؟ زیرا خانه ها هر چقدر وسیع باشند هم شما وقتی که چیزی رو در جای خودش نمیمونید، شما خانه‌تان رو تنگ میکنید و برای خودتان محیط فارم و گوارا نمی شود. علم روانشناسی پیش از همه درباره خوشبختی انسان ها اندیشه میراند. اصول های رو پیدا کردن میخواهد، اصول های پیدا شدن و اصول های تازه رو بالای روانشناسان کار میکنند که انسان خودش رو آسوده حس کند و در این مورد مسئولیت بزرگترین از خود انسان است که این محیط آسوده را برای خودش بنیاد کند، محیط بی خطر را برای خودش و اگر که ما نسل کلانسال هستیم برای فرزندان، برای کودکان خردسال که هنوز این چیزها را درک نمیکنند بنیاد کنیم و با آنها نیز این چیز را یاد بدهیم. رعایت کن قاعده و قانون‌های خانه، جامعه، کشور، دولت، همون دولتی که زندگی میکنی و اون دولتی که به مهمانی میروی. و این مهم نیست دیگر در کجا هستی. سیاره یک سیاره است، از آن همه ماست. در همه گوشه کنار عالم قاعده هایی هستند و برای اینکه ما در کشورهای دیگر موفق شویم بسیار خوب می شود که قانون های این کشور رو، قاعده های عادی این کشور رو پیشکی بیاموزیم که در اونجا ما مردمی با احترام باشیم، در حالت بی خطر زندگی کنیم و موفق شویم. ما چرا از جای به جای می رویم؟ زیرا اونجا شاید چیزی دارد که ما اون رو میخوایم از خود کنیم. اگر میخواید که اونجا موفق باشید، اونجا خوشبخت باشید، از اینجا سر کنید. از وطن خودتون، از کوچه خودتون، از خانه خودتون سر کنید. اینجا قاعده و قانون ها را رعایت کردنش را بیاموزید، احترام قانون ها را برای خودتان قانون کنید و پس میتوانید به عالم گشاد، به عالم وسیع، به عالم بزرگ بروید. و هر کجای بروید اگر شما در همین روحیه خودتان رو تربیت کرده باشید، از پدر و مادرتون، از مکتبتون رو قبول کرده باشید، باور کنید موفق شدنتون آسان‌تر میشه، عالمتون بی خطر میشه، خودتون، روانتون همیشه آسوده تر میشه. این چند سخن مختصری بود درباره پیوند قانون‌ها، عالم روان انسان و محیط بی خطر او. آباد باشید تا صحبت دیگر در برنامه نوبتی.